بچه خوشحال کنم من پارسا سنجی خوشحالی خوش اومدم امروز گنبد. حتما امروز براتون ویدیو رو میگم و امروز شاید براتون یه چیزی بخرم و اگه نتونست میخوام امروز لپتاپ بگیرم و حتما آنباکسش رو براتون امروز نشان میدم و بریم سراغ یه کار داشتیم. خب نها کنیم بچه ها، ما الان آمدیم براتون بازی فوتبال بدیم. بله فوتبال بریم بچه ها. فوتبال 2013 داخل گوشیه بچه ها. داخل گوشی من نه براتون میرفتم یه کاری دیگه بکردم. صندوق کامپیوتر حد بچه ها. دیروز رفتم گیمنت بازی ما خریدم و امروز میخوام چیزش رو بهتون نشون بدم. بچه ها حمله من یه شوت گل توی دروازه توی خب اولین گلمون رو زدیم. خب دقیقه چند 5 دقیقه بازی فقط یه چیزی بچه ها، این زود میگذره اون تک زدمش و اینجا فقط تک میزدم من. اگه گل بزنم به ما من میدونم با شما. خب حمله ما داره ردش کردم رفت اینم وای گرفت لحظه گرفت داشت گل میخورد. یه لگتش میکرده خوب بود. دیدین چی کاری کرد؟ نیمه بگذره بچه ها. این بازی اولین پارتمونه بچه ها. فقط یه چیزی از اونجا که بریم دروازه‌بان من گل نمیتونیم بزنیم. بچه ها میگم فقط یه چیزی، من همه بازی ها رو میخوام از این بعد براتون بذارم، از داخل گوشی هم داخل کامپیوتر اگه میتونم. من چون 1000 تا بازی نصب کردم و لپتاپ هم امروز رسید و حتما براتون چیزی رو میخرم. لپتاپ امروز اومدم برای همین کار چه جیبایی میکنم همشون راحت دیدی میشه کرد. بده من از من گرفت. چه سری کمی زدم. کی میره بگیره؟ گرفتم. چه دروازه بایه. پایین اول به ثمر رسید. خب 1 2 3 بریم. چطوری ازش گرفتم. همه رو دیجی میکنیم. این بازیکن بچه ها پوک بود. مجازات هم حتما کنیم بچه ها. داخل چیزاتون بنویسین که برای من بیاد و لینکشو برم کارهایی که شما دوست دارین. مجازات شدم چون چند روز عید بود نتونستم براتون ویدیو بذارم و همین مجازات شد. چطوری بازیکنه منم جان سختم خدا وکیلی. چه دیبی. خب ردش کردم. آفرین ردش کنیم. اینم شوت آخر. چه گولی 2-0 به نفع تیم ما. موک چرکت هایی ننگش انداختم. داورم خطا نگرفت و بریم برای گل. اگه بشه گل. چه شوتی نرسیدم. آفرین. ای بابا سر. آفرین. دوباره حمله. تمام شد.
گل 3-0 شدیم بچه. چطوری ازشون میگیرم، اینو دوست دارم. گل 4، گل 4، گل خطا نبود. بایسته یه دونه. خب تمام شد بازی بچه ها. اولین کارمونه که داریم میکنیم بچه ها. از امروز شروع میکنیم و کم کم براتون میزن. لایک ویدیو رو بهتر کنید و سابسکرایب کنید. زنگوله پایین هم روشن کنید و بای بای.